اگر کسل مستپتی داشته باشید انشاءالله یک ماه نصف میشه دویم باره شما بیزدو نمیکند. اولش خدا خواهد. یک تا اکم نویس است دادر جان درباره همه کسل ویدیو کردی، درباره مستپتی ویدیو نکردی. التماس غلام جان یک تا ویدیو کن. گفته است خوب اکا جان تیارش است، گیاهش است میخره. تاجیکستان جوش منطقهش باشد یک بار تاشکن روید همین قدلیچه نگرفتید، دارو اکل گرفتید، اگر نقض نشده باشد 1,500-2,000 با اکل گرفتیم فایده نکرده است میگوده یا خیلیش کمیتره با یک بار گیاهش خورید اینه چه خیل میخوره. من این آبیش یک ماه زیاد به میرسد. 5 کپ لیشه 50 گرم آب به میریزید یا سحر یا بیگانه یک روز به یک بار میخورید. اینا یک پاکتش 5 لیتر آب به می اندازید تا 1 لیتر 200-300 گرم ماندنش جوشیدن میگیرد. بتون مزه این آب به می براد. انوای یک روز به 2 قاشق کلون میخورید. سحر 2 قاشق دلی گوش نبا، ابیتی 2 قاشق، بیگانه 2 قاشق. انشالله همین هر سه شماها به یک ماه به میرسد، زیاد هم میرسد. خدا خواهد غلام جان 93 و رستم طبیب به رحمت میگوید. آدرس شون میمونم چرز آدرس را بیتون تلفن نمرشون مونم. آدماشون بسیار جواب داده نتونه خفه میشید. تاشکند من یک قدم تاشکند چرچق یکم میکرورایون 53 دان ششم کامنت از روز دوشنبه تا جمعه را قبول میکند. از نام غلام جان آمدیم، وطنداش غلام جان هستیم گوید با ارزان تر میکند. روسیه میداند، ازبکیه میداند، تاجیکی را نمیداند. خمراه یگان ازبکی خاطر روید یا که روسیه میدانسی خاطر روید شما با آسان میشد. ولایت ناحیه ظفرآباد از غلام جان 93 شما به توصیه بیپولش حال ویدیو یافته میمونم ان شاء الله. خانه با تاجیکستان جان دلم وطنم با پیش ظفرآباد.